به نام خداوندی بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. بردارکنی صنعی یا بردارشوی به طور صنعی موافقی شریعت اسلامی یا اینکه موافقی فقه معاصر که در نتیجه بحث و بررسی زیادی فقیهان معاصر یعنی در کشورهای گوناگون مجمع فقه اسلامی که بنده هم عضو اون مجمع هستم، یعنی بار اول سال 1986 در دولت عربی اردن جلسه برگزار کرده بودند و در این جلسه مجمع فقه اسلامی این مسئله به طور وسیع بحث و بررسی زیادی در بین مفتی ها و عالمان و دانشمندان اسلام خصوصا فقیهان معاصر این مسئله بحث و بررسی زیادی شدگی هست که در کتاب ها و سایت مجمع فقه اسلامی این وجود دارد. خب در این جلسه به خلاصه آمدند که دو نمودی بردارکنی صنعی موافق شریعت می باشد. اول به طور صنعی یعنی از خودی آبی مرد و زن گرفته یک جای در لابراتوری بگیم یا اینکه آزمایشگاه طبی بگوییم، اونو رو در نیچه های معین یا که جای معین اونو رو با هم میکنند و اونو زنده میشوند، در حرکت میدرویند. پس در رحمی اون زنی که یعنی زنی نکاحی اون مرد، یعنی شریعت اسلامی حتمی نکاح رو شرط گذاشتگی است تا اینکه نسب اون فرزند معلوم باشد که پدرش کی هست، بی نسب یا که نامعلوم نباشد. یکی از شرطهای اساسیش همین است که باید حتمی بردارکنی صنعی از دو طرفی که مرد و زنی که نکاح بین اینا باشد، حتمی یعنی زن شوهری شرعی نکاح داشته باشند، زن شوهری شرعی باشند، نکاح داشته باشند. در این صورت برای اینا اجازت است که با دو نمود، چی در آزمایشگاه طبی با راه یعنی بیرون با راه و اسلوبی مخصوص، این یک راهش. راه دوم از مرد میگیرند در رحمی یا اینکه در محبل یا که رحمی اون مادر یا که زن آبی مرد رو در اونجا میبرند، یک جا میکنند، در اونجا انکشاف میاد. خب انکشاف بیرونی، خب انکشافی داخلی یا که در رحم مادر. این دو نمود، لیکن شرط اساسیش این است که باید که این مرد و زن حتمی باید نکاح شرعی داشته باشند. همین دو حالتش اجازت است. و یکی از جهت دیگری که باید اعتماد باشد، مرکزی بردارکنی صنعی باید معتمد به اون باوری باشد که یعنی آبها رو آمیخته نکند، آبهای یعنی نامحرم یا بینیکاه رو با هم از مردی بیگانه به یک زن دیگر یا که بینیکاهی به یک زن دیگر آمیخته نکند تا اینکه چیز یعنی نسب اون فرزند معلوم باشد که پدرش کی هست. و پدر بودن فرزند در دین مبین اسلام حتمی است، به خاطر که اون پدر فرزند رو فرزندی کند، تربیه کند، بی نسب نباشد و اون فرزند در آغوش اون مادر و نوازش پدر سالم و از همه جهت، هم از جهت روانی، هم از جهت روح و روانی و عقل سالم و هم از جهت بدنی باید سالم به کمالات برسد اون فرزند. برای همین شریعت اسلامی نسب رو خیلی مهم و اساس میدانند که خیلی جزئیات در این زیاد هست، یعنی با جزئیات این داخل نمیشه. مهم اساس حالا ازدواج در اسلام به خاطر فرزند است.
در آیه قرآن چندین آیه کریمه وجود دارد که حتی پیامبران صالحین فرزندانی صالح طلب کردن. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دو. پروردگار من و فرزندان من رو از انسانهای صالح و نماز عبادت کنندگان و مفید و منفعتناک بگردان. یعنی فرزند در اسلام به خاطری یا که ازدواج در اسلام به خاطر فرزند است، نه به خاطر شهوت رانی. به خاطر همین دو صورتی که شریعت اسلامی اجازت دادگی هست این را همچون طبابت میگویند. فقیهان معاصر این دو نمودی بردارکنی سنئی را که از یک زن و یعنی حتمی از این جفتی که نکاح شرعی دارند برای اینا اجازت دادگی است. به خاطر چیز؟ به خاطر که این طبابت است. حالا به خاطر فرزند دار شدنش هر طبابتی که هست موافق شریعت و حلال و پاکیزه شریعت اسلامی اون رو اجازت میدهد که طبابت بگیرد. حالا این بردارکنی سنئی یک نمودی از طبابتی برای فرزند دار شدن است، چی در بیرون انکشاف یا زنده کردن این حجیره ها آب مرد و زن، یا اینکه در داخلی خود رحم مادر یعنی زنده یا انکشاف به حرکت در آمدن این. در هر دو صورت با شرطی که این زن و مرد چیز نکاحی شرعی داشته باشند شریعت اسلامی اجازت میدهد. چطوری که گفتم فقیهان معاصر بار اول سال 1986 در دولت عربی اردن بحث و بررسی طولانی به این خلاصه آمدند که این طبابت است، بردارکنی سنئی موافق شریعت اجازت است.